همتم بدقه راه کنه طائر قدس که دراز است ره مقصد و من و سفرم به منک و عونک و السلام علیکم و رحمت الله. خوب شد باز شما یه شعر درست درمون خوندین. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، ور تو بگویم که نی شکنم شکر برم. اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم. اقتصاد شعری به وجود اومد اینجا. درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر. آخه شعر چند بودی رو خوندی؟ بوی نان تازه گوشش برده بود، اتفاقا مادرم هم روزه بود. خواهرم بیروسری بیرون دوید، گفت آقا کوزه خالی سفره خالی می‌خرید. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکریم. این رأی اعتماد به وزرا یه فایده‌ای داشت که آخر جلسه ما یه کشکولی از اشعار میتونیم جمع کنیم. خدایا آسان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی. گرفتار شدیم از این اشعار. جناب آقای لاریجانی، فکر میکنم این دو بیت شعری که عرض میکنم در مابوزعلح باشه. زدانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. شعر نمیگم. متشکریم از این لطفی که کردیم. که به قول مولانا هر کسی کو دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. انشاءالله رئیس مجلس برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. این اشعار این روزا رو باید جمع کنیم توی یک کتابی. آقای اکرمی هم انشاءالله کوتاه صحبت می‌فرمایند. سلام علیکم و رحمت الله. بعضیا شعر رو آخر میخونن، به من اجازه بدید اول بخونم. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب طرب از گنبد مینا بجهاند. وان کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند.